گلچین هفته. صبح جمعه شما بخیر. دهمین برنامه گلچین هفته را با سلام و سپاس آغاز می کنیم. سپاس از محبت و عنایتی که به برنامه گلچین هفته و موسیقی ایرانی دارید. خاصه کار بازسازی تصنیف‌های قدیمی که طرف توجه و تشویق روزافزونتان قرار گرفته و ما را در ادامه این راه دلگرم‌تر کرده است. هفته پیش تصنیف هزار دستان را با صدای شجریان پخش کردیم. بسیاری از شنوندگان عزیز گلچین هفته خواستار پخش دوباره این تصنیف شدند و بعضی خواستند که اصل آن را با صدای قمرالملوک وزیری هم بشنوند. چشم، امروز هر دو را با صدای قمر و شجریان پخش می‌کنیم. حالا این تصنیف را که با صدای شجریان به همراهی گروه سماعی اجرا شده گوش کنید.
یکی از آخرین ساخته‌های همایون خرم آهنگی است به نام ای بیخبران که با شعری از معینی کرمانشاهی با صدای هایده
به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است.
از کجا می آید این آوای دوست؟ کمانچه لحن خاصی دارد. با آنکه ویولون، این ساز خوشاهنگ شیوا، امروز همه جا از جمله در موسیقی ما نیز جا باز کرده و غالباً بر سطر نشسته است، اما اگر کمانچه را خوب بنوازند و آن نواهای خسته دل گرفته را از دل خشک چوب و پوست جانانه بیرون بکشند، هنوز چون آوای دوست دلنشین است. امروز نام کمانچه با نام اصغر بهاری همراه است و هر جا و هر وقت که ذکری و نوایی از کمانچه به گوش می‌خورد، سیمای آرام و نجیب بهاری در پیش چشم می‌آید. در حقیقت به همت این مرد نازنین، کمانچه با همان لحن خاص و با همان ناله‌های آشنا زنده مانده است. خشک سیم و خشک چوب و خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟
ترانه تازه‌ای داریم از فرامرز پایور با شعر سایه. به وفایت که به جایت زنم کردن شانم به جمالت که خیالت نرود از دل و جانم. به وفایت که به جایت زنم کردن شانم به جمالت که خیالت نرود از دل و جانم. به غمت که مرا جز غم تو شب همیشه هم نفسی به غمت
گریه دوان در دیوان حافظ غزلی هست که با این مطلع شروع می شود: سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. تا می رسد به این بیت: مطرب از درد محبت عملی می پرداخت، که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. در بعضی از نسخه های دیوان حافظ به جای کلمه عمل غزل گذاشتند و بیت را چنین می‌خوانند: مطرب از درد محبت غزلی می پرداخت، که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. شاید کلمه غزل زیباتر از عمل باشد و شاید تمام بیت به این صورت آشناتر و خوشایندتر جلوه کند، اما در کلمه عمل نکته‌ای هست که باید به آن توجه کرد. در موسیقی اصطلاحی داریم به نام کار و عمل یا کار عمل که در واقع نوعی تصنیف است. آهنگی است معمولاً ضربی که روی شعر شاعران می‌گذاشتند و برخی از آنها تا روزگار ما هم رسیده است. از آن جمله آهنگ بسیار زیبایی است در همایون
با بیت‌هایی از سعدی که به روایت استاد عبدالله خان دوامی با صدای شجریان و به همراهی ساز استادان اصغر بهاری، جلیل شهناز، فرامرز پایور و حسن ناهید و محمد اسماعیلی اجرا شده است.
بهانه نام آهنگ زیبایی است از جواد معروفی بر روی شعر دلانگیزی از سیاوش کسرایی. دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد، در اجاق من آتشی زبانه دارد. دل هوای او، دل هوای می، دل هوای بانگ عاشقانه دارد. آن پرستوک از دیار ما بار غم به دل رفت و کس ندانم کزو نشانه دارد.
اجرای تازه‌ای داریم از تصنیف باد خزان. آهنگ این تصنیف از درویش خان و شعر آن از ملک الشعراء بهار است. ترانه باد خزان را شجریان به همراهی گروه پایور می‌خواند.
که داری فتوای فرای ما را. این هفته ما به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.